بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. با عرض سلام دوست و عزیزا، امیدوار هستم هر جایی که باشین حالتان خوب باشه، سلامت و سریال باشین. داستان دیروزی که اتفاقی افتاد، دو ملت در شوک فرو برد که مأمور یک بچه 15 ساله را که او هم ناشنوا بود، دیروز 4 نفر آدم این بچه را دستگیر میکنه او 3 نفرش سر دست و پا و کمرش، 1 نفر هم اول گنده زانوی خود در صورتش مانده و بعدا در گردنش که تا گردنش هم شکستان. مادرش میاد داد میزنه، میگه از برای قرآنی بچه ناشنواست. مادرش میگیره ول میته، مادرش سرش میخوره در ماشین. یعنی چی؟ درست است، من قبول دارم تو مأمور هستی، وظیفه داری. دولت برای تو حکم کرده که اینایی که مدارک نداره غیر قانونی است، بیارش بور تحویل اردوگاه بده که دیپورتش کنه. برای تو وظیفه نداده که تو از این درجه و از این لباس از این اینوفرم استفاده کن. دلت خواست دو میزنی، دلت خواست مشت میزنی، دلت خواست لغت میزنی، دلت خواست گردن میده میکنی، دلت هم خواست یک پرپره را دهش میبندی میزنی کارش کوسه میکنی. یعنی چی؟ رئیس جمهور دولت گفته که دیپورت میکنه، دیپورت کنین اونایی که مدارک نداره. نگفته که بزن گردنش میده کو یا دو دشنام کو یا کتک بزن. با خدا دوستا قسم میخورم، اون جوج آمریکایی رو دیده بودیم، با اون گندگی با اون با قوتی 2 نفر مأمور رو گرفته بود. این بچه که 15 سالش ناشنوا است، 50 کیلو وزنش نیست، 4 نفر آدم گرفته، یکم با گنده زانو روی گردنش فشار میده، مادرش هم هول میده. یعنی چی؟ مگر هم چی رو گرفتی؟ مگر هم تروریست شای چراغ گرفتی که کارا میکنی در حقش؟ یعنی چی؟ برای تو کی اجازه را داده که همچین کار را بکنی؟ وقت گیر آورده به خاطر که اون بدبخت مظلوم است، صداش جای نمیرسه، به خاطر اون این کار میکنی؟ مردگو برای تو کی بدرقن دستور داده که تو بزن بچه مردم گردنش میده کو؟ این کار اصلا درست نیست. یک بچه 15 ساله که لالم ناشنوا است، تو همچین با روی دل چپک 4 نفره که وزنش هم 50 کیلو نیست. تو با این کار شاکار نکردی، تو با این کار بدترین بد دنیا را کردی. تو کاری کردی که مهر و محبت و اعتماد و اعتبار 2 ملت زیر سوال بردی. میفهمی؟ با خدا قسم میخورم دوستا، دروغ نمیگم، این حق ندارم که من اسم ببرم. آدمایی است کلک گنده است. با والله علی من با چشم گناهکار خود میبینم میاید در خانواده‌های بی‌وضاحت افغانی میبره، برش خانه میگیره، فرش و ظرف میته، در بانک میره خودش ضمانت میکنه و مسلمان ضمانت میکنه که امروز من و تو ضمانت برادر خدا نمیکنیم، هیچ نمیشناسم، ضمانت میکنه، دش پول میگیره که بداخل پول پیش خانه خود بکنه. همچین آدم های کثیفی به رغبت میآید
اعتماد و اعتبار و میر محبتی 50 ساله 60 ساله دو ملت از بین میبره. مردگا بری تو دستور داده که اخراجش کو، نگفته که تو بزن گردنش میده کو، نگفته که توهین کو، تو حق نداره که توهین کنی. امروز در سر کار خدا شاید است دوستا، برادرای ایرانی این کلیپ دیده به قرآن توف انداخته، گفته ما تأسف میکنیم برای همچین آدمایی. دوستا شما از برادرای افغانی خواهش میکنیم هر جای جنگل در خشک خود داره، خوب و بد خود داره، کوشش کنین که آله را در دست آله طلب نتین. هم میگیره در چشم اون بی غیرت نبین، اون ناصبی آدمی که بغض داره از چشم از اون نگاه نکنین. دوستا عزیزا، مردم شریف و نجیب ایران ما ازش تشکر میکنیم. بعضیش ما را میگه به خدا میگه شما مصیبت هستیم. ما مصیبت نیستیم، ما رحمت هستیم، رحمت هستیم. ما اینجا سرمایه گذارایی را داریم که از 300,000 دلار تا 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده. برین از وزیر خزانه داری بپرسین که ما راست میگم یا دروغ میگیم. اگر 10% ما مثلا مورد دردسر هستیم، 92% دیگه شم ما باعث رحمت هستیم. تمام کارهای شاقر ما میکنیم. دوستا عزیزا، خیلی آدم های کم پیدا شد که در شما اهانت بکنه. شما همه ملت شریف در چشم اون آدم کثیف نگاه نکنید. ما از تمام ملت نازنین ایران تشکر میکنیم که با ما در این 2 روز همدردی کرده. ممنونتان هستیم دوستا عزیزا. هیچ قدر برای شما میگیم دوستا و عزیزا، این آدم قول میتیم برای شما، این آدم این کار کرده در سزای اعمالش میرسه. چون این کلیپایی که در این 2 روز مثل بم منفجر شده، دولت مردا و بزرگای جمهوری اسلامی ایران هم دیده، اجازه نمیده همچین آدمای در دستگاه و دفترشان باشه که آبرویشان ببره، اعتماد و اعتبار ملتش، دولتش، مردمش ببره. اجازه نمیده دوستا. ما برای شما ایره قول میتیم همچین آدم ها را در سزای اعمالش میرسانه. دیگه خواهش میکنیم که دل دشمنای 2 ملت خوش نکنین، حالت در دست دشمنای 2 ملت نتین. دوستا و عزیزا، فکر این 6-7 میلیونی یا کمتر یا زیادتری که اینجا هست فکرش بکنین. همچین آدمی مردگوی بی غیرت همچین کاری را کرده در سزای خودم میرسه. ما برای شما قول میتیم. شما را به خداوند یکتا به همتا میسپاریم. الله یار و یاورتان. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.